رد آیت الله قزوینی بر آیت الله قزوینی. شما ببینید خود آقای ذهبی و ابن حجر در رابطه با جابر جعفی، این آقای نعسل الوهابیین هم که تازه از زباله‌دانی در آمده، با این قیافه برای شما عرض کنم عجق و جقش آمده شکلک در میاره که وقتی به جابر میره چنین چنان، گرچه ما میدانیم برای اینها این حرفای ما سوره یاسین خواندن از فایده ای ندارد، این حرف خودشون رو میزنن همانند کفار قریش. ولی شما ببینید همین جابر ابن یزید جعفی که از اصحاب بزرگوار امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما بوده، ابن حجر و ذهبی میگن شعبه گفته صدوق فی الحدیث، در حدیث آدم صادقه. فهو من اوثق الناس، از موثق ترین مردمه، از معتمدترین مردم است، از این واضح تر. یا نه من اصدق الناس، از راستگوترین انسان هاست. خب این تعبیر خیلی بزرگیه. اون وقت آقای ذهبی این حرفات یادت رفت، میای میگی آقا و هو متروکون، اگر اصدق الناس متروکه پس اونهایی که صادقن سگه هستن همه باید متروک باشن دیگه. اوثق الناس متروک شد پس تمام اونهایی که سگه هستن باید همه، پس دیگه چی میمانه برای شما؟ اوثق الناس رو چیه؟ میگی متروک، روایاتش باید ترک کنیم. پس اونهایی که سگه هستند اونا رو هم دیگه به طریق اولا باید حذف بفرمایید. بعد میگه وکی گفته ما شککتم فی شیء فلا تشکوا ان جابرا الجعفی سگه. به شاگرداش میگه، به علمای دیگر میگه در هر چه شک کردید در این شک نکنید که جابر ابن یزید جعفی سگه هست. سفیان ثوری به شعبه گفت لئن تکلمت فی جابر الجعفی لأتکلمن فیک، اگر بخواهی به جابر جعفی اهانت کنی به خودت اهانت میکنم، اگر بخواهید کوچکترین جمله‌ای در مذمت جابر ابن یزید جعفی بگی بدترش رو به خودت خواهم گفت. ببین چه تعبیر زیبایی. حالا بفرمایید این آقای ذهبی شما اینجا اینطور میگه، در میزان الاعتدال جلد اول صفحه 379 دارم اینطور میگه. اما رد آیت الله قزوینی بر آیت الله قزوینی، که بعضی از آقایان معتقدن 1000 نفر بیاد یک نفر رو توصیح کنه ولی یک نفر بیاد تضعیف بکنه، چرا؟ میگن لأن المضعف یا لأن الجارح اطلع علی ما لم یطلع علیه المعدل. اون کسی که آمده تضعیف میکنه یک اطلاعاتی دارد توصیح کننده ها ندارن، چون غالب توصیح کننده ها حمله بر ظاهر میکنن، ظاهر قضایا رو ملاک قرار میدن، ظاهر امر رو ملاک قرار میدن، ولی اونهایی که میان تضعیف میکنن و غیره اینها چیه؟ خیلی از اعمال نادرست او را ملاک قرار میدن. بنابر قاعده حدیثی که خود جناب آیت الله قزوینی ذکر کردند، اگر 1000 نفر کسی را توثیق یا تایید کنند و کسی وی را جرح کند یعنی زیر سوال ببرد، بایستی گفت جارح بر چیزی اطلاع دارد که معدل یعنی تایید کننده آگاهی ندارد. و همین قاعده در مورد جابر جعفی نیز صدق می کند. اما از آنجایی که جناب آیت الله همیشه دنبال هوای نفس خود هستند، چنانچه حدیثی صحیح باشد و بخواهد آن را تضعیف کند، این قاعده را در راویان سند تطبیق می دهد. ولی اگر بخواهد حدیثی را بپذیرد که ضعیف است، دیگر خبری از این قاعده نیست و این قاعده را به فراموشی می سپارد. اما در مورد جابر جعفی باید گفت در همین کتاب‌هایی که ایشان آدرس می‌دهد، جریر ابن عبدالحمید از ثعلبه نقل می‌کند که خواستم به نزد جابر جعفی بروم، اما لیث ابن ابی سلیم به من گفت پیش او نرو
که وی بسیار دروغگوست. و از امام نسائی نقل شده که ایشان متروک می باشند و یحیی القطان می گوید حدیثش نوشته نمی شود و هیچ ارزشی ندارد. امام ابو داود می گوید حدیثش در نزد من قوی نیست. و در تهذیب و تهذیب که آیت الله قزوینی به آن آدرس می دهد، از امام ابو حنیفه رحمه الله نقل شده است که دروغگوتر از جابر جوفی را ملاقات نکردم. و از جریر نقل می کند حلال نیست کسی از جابر جوفی روایت کند. و از ابن سعد نقل شده بسیار ضعیف می باشد. و از میمونی نقل شده که از احمد ابن خداش پرسیدم آیا جابر جوفی دروغ می گفت؟ فرمود آری به الله سوگند. حال جناب آیت الله قزوینی علامه علم رجال، ای کاش سخنان امام ذهبی و حافظ ابن حجر را کامل نقل می کردید و سپس با قاعده‌ای که خودتان به آن استناد می کنید قضاوت می کردید. یعنی طوری اینها دارن برخورد میکنن، به قول معروف میگن مرغ پخته هم بر اینها میخنده.